من با تو شرط میبندم تو هم مثل نسخه قدیم من تمرکز حال حاضر نداری، یا راحت‌تر بهت بگم تمرکزتو ازت دزدیدن. حالا یه چیز جالب بذار بگم، میدونی چرا خیلی از آدما اصلا نمیتونن تغییر کنن؟ به خاطر که توقعشون اینه که فقط از نقطه 100 شروع کنن. اما حقیقت خیلی ساده تر از این حرفاست. شما باید از نقطه 0 شروع کنی. تا زمانی از نقطه 0 شروع نکنی به اون نقطه 100 نمیرسی. آدما چجور بهت بگم، دنبال یه ساده ترشو بخوام بهت بگم، دنبال یه فرمول جادویی، یعنی یه حرکت جادویی، یک مثلا حالت قول چراغ جادو که شروع کنن، مثل زمان خاص، مکان خاص، حالت خاص. استوب، بذار من بهت بگم، تو وقتی انگیزه نداری، وقتی حالشو نداری، همون موقع است که باید شروع کنی. یعنی چی؟ این زمان حالت. اگر بتونی تو زمان حالت به اون چیزی که میخوای فکر کنی و در سریعترین حالت ممکن انجامش بدی، یه پله جلوتر میافتی و این یعنی خودش پیشرفت. بس بذار اینجوری بهت بگم رفیق من، زمان خاص و مکان خاص و حالت خاص و روز خاص نمیاد. تو وقتی انگیزه نداری و وقتی حال نداری، فقط باید از الانت استفاده. اون روزا هیچ وقت نمیاد. همه میگن اون روزا هست، ولی کی میاد خدا میدونه. پس از الانت استفاده کن و نتیجهشو جلوتر میبینی. رفیق من، توسعه شخصی با تصمیم شروع نمیشه، با ساختن یک عادت کوچیک شروع میشه. پس این که میگن تو تصمیم بگیر، این کار کن، تو فلان کن، شما از عادتهای کوچیک شروع کن و تبدیلشون کن به عادتهای بزرگ. این یعنی توسعه شخصی. و حالا نکته جالبش اینجاست، به خاطر همون عادتهای کوچیکت شروع به مسخره کردن تو میکنن و مداوم تو رو مسخره کنن. تو دیوونه ای بابا، این چه کاری داری آخه انجام میدی؟ یه گوشه در باشه، یه گوشه درواز. این قدم موفقیت تو داری روی پیشرفت و توسعه خودت کار میکنی. پس نیازی نیست به حرف بقیه گوش کنی. قدم اول این داستان، این سناریو خودتی. این فیلمی که داره ازش ساخته میشه، نقش اولش خودتی. پس دنبال حرفای دیگران نباش. روزی 5 دقیقه کتاب، 5 دقیقه مدیتیشن، پیاده روی، همه اینا رو اضافه کن. اینا عادتهای کوچیکن. از تایمای کم شروع کن که بعدها زمان زیادی براشون بذار. حالا موضوع این ویدیو چیه؟ موضوع این ویدیو تمرکزه و میخواستم به اینجا برسم برات. تمرکز یعنی نگفتن به هر چیزی که تو رو از مسیر دور میکنه. میگیری چی میگم؟ یعنی اینکه بی دلیل دیگه نری گوشیتو چک کنی، یا وقتی هم که داری گوشیتو چک میکنی به این فکر کنی که من الان برای چی دارم گوشیمو چک میکنم، پوینت مثبتش چیه، اون سودی که قراره به من برسونه چیه. وقتی به این چیزا فکر میکنی و میبینی هیچ نتیجه‌ای برای تو نداره، این یعنی برد. ولی نه، میگه خب حالا ولش کن، با 5 دقیقه است میخوام چکش کنم. نکته اصلی اینجاست که تو با همون 5 دقیقه بیهوده یه تیکه از رویاهاتو داری میسوزی. دیسیپلین این نیست که بهش میگن نظم یعنی محدودیت. دیسیپلین یعنی محدودیت. تو در محدودیت باید رو. دیسیپلین همون نظم یعنی آزادیه. بذار برسیم به اینجا. تو لازم نیست از فردا تبدیل به یه انسان جدید بشی. من اومدم، قهرمان وارد میشود، من از امروز تصمیم گرفتم دیسیپلین داشته باشم، انگیزه داشته باشم، تمرین کنم، کتاب بخونم، باشگاه برم. اینا همش دوپامین فیکیه که تو مغز تو ایجاد میشه. تو باید روزانه 1% رشد کنی. چرا اینو بهت میگم؟ به خاطر اینکه مغز تو اگر از دوپامین فیک پر کنی، هیچ وقت 1% هم رشد نمی کنی. ما انسان ها دنبال اینیم که فقط بگیم قویم، انگیزه داریم، نظم داریم، کتاب میخونیم، باشگاه میریم، ورزش میکنیم، پیاده روی میکنیم، غذای سالم میخوریم، مدیتیشن میکنیم. همه اینا درسته، ولی بهت گفتم از عادتهای کوچیک باید برسی به عادتهای بزرگ و این خودش یک قدمیه که تو رو روز به روز 1% از روز قبلت بهتر میکنه. از پوینت صحبت من چی الان؟ اینه که حتما نیازیست یک آدمی بشی که از فردا قویه. قوی بودن هست، ولی به شرط اینکه روزانه تو 1% نسبت به روز قبلت رشد کنی. یه جنبندی کلی از این ویدیو بدم اینه که همه آدما نیاز به تمرکز دارن. 90% افرادی که این ویدیو رو دارن نگاه میکنن تمرکزشون دزدیده شده. امیدوارم این ویدیو بهت کمک کنه که تو تمرکزتو برگرد و وقتی بدونی که تمرکز چیه و چجوری باید تمرکز کنی، اون موقع است که باید تو جاهای درست ازش استفاده کنی. یک کامیونیتی ما داریم طراحی میکنیم از افرادی که یک ذهنیت قوی، بدن قوی و یک کسب و کار درست دارن. میخوان استارت بزنن. ما به شما کمک میکنیم که شما بیاید بالا با توجه به درس هایی که در گذشته خودمون گرفتیم، از کارهایی که کردیم. الان وقتشه که این درسایی که ما گرفتیم و برای شما هم به اشتراک بذاریم. پس اگه این ویدیو کمکت کرد که تو بتونی ذره تمرکزتو برگردونی، البته یه چیزی بذار بهت بگم، من مطمئنم تو با این ویدیو میتونی تمرکزتو برگردونی، چون چیز کاملا واقعی و تست شده است. اگر این ویدیو به تو کمک کرد که تو تمرکزتو برگردونی، خوشحال میشم به جمع ببندیم. ما اینجا قرار روز به روز روزی 1% رشد کنیم. یادت نره تمرکز اولین قدرت ذهن برنده هاست.